السلام علیکم دوستان عزیز، امید که جور و صحتمند باشین و سر حال باشین و از خداوند متعال برای همه شما دوستان و عزیزان و شما بینندگان عزیز طلب خوشبختی و ترقی و پیشرفت برایتان میکنم. قسمی که برای شما گفتم در ویدیوی قبلی که اولین ویدیوی ما و اولین آموزش ما به زودی منتشر خواهد شد. با حال با یاری خداوند و با حمایت شما دوستان و خوبان عزیز اولین ویدیوی آموزشی خود را میخوام که در چنل یوتیوب خود در دسترس شما دوستان عزیز قرار بدم. خب عزیزان، امروز ویدیوی ما معلومات درباره یک از قدرتمندترین برنامه‌ای که توسط آن ما میتوانیم FRP یا جیمیل یک موبایل را از بین ببریم. میتوانیم توسط این برنامه خوب موبایل را، یک تلفن را فکتوری ریست یا تنظیمات کارخانه بکنیم و حتی می توانیم توسط از این برنامه فایل فلشی که برای موبایل یا مربوط به موبایل می شود توسط این برنامه می توانیم که دانلود بکنیم. خب البته نگفته نماند دوستان عزیز، در کنار از یک سافت دیگه لازم است که او سافت به نام آل یو اس بی درایور می باشد که این آل یو اس بی درایور فقط تنها کار از این است که یک اتصال بین تلفن و کامپیوتر را ایجاد می کند. پس بودن از این بسیار لازم می باشد که ایران باید دانلود بکنید در کنار از این و بعد برنامه را رن بکنید. خب البته دوستان عزیز، اینترنت ما کم ضعیف است، اینترنت ما کار نمی کند. خب لینک از این برنامه، لینک اردوی از این اردو برنامه را برایتان در دسکریپشن از این ویدیو میمانم و از شما دوستان و خوبان خواهش میکنم که ویدیو را با جزئیات کامل و مکمل ببینید، رد نکنید، اسکیپ نکنید، چون در که با کدام مشکل دیگه مواجه نشوید انشاءالله. خب میریم برنامه را باز میکنیم دوستان عزیز. خب دوستان، برنامه ما نیاز به نصب ندارد. دبل کلیک سر ازی میکنیم، بعد دبل کلیک که کردیم این قسم یک اینترفیس باز می شود برایتان. خب برنامه قسمی که میبینید دوستان عزیز اینجا نامش سیم فایر می باشد که ورژن 1.43 است که این برنامه توسط محمود صلاح ساخته شده است و بسیار یک برنامه عالی است. خب میاییم در قسمت دانلود نوشته است دوستان عزیز، قسمی که قبلا برای شما گفتم ذکر کردم که میتونیم توسط از این قسمت میتونیم فایل فلش موبایل مورد علاقه تان یا مورد نظرتان را میتونیم فایل فلش که مربوط به آن موبایل میباشد دانلود بکنیم. خب از اینجا میتونیم که مستقیم نوشته میکنیم، البته هر موردی که داشتین دوستان عزیز، مثلا A 205 یا 202F یعنی انتخاب میکنیم، بعد تلفن تان را به کامپیوتر متصل میکنیم توسط یک USB کیبل. البته نگفته نمانه که کامپیوتر تان به اینترنت متصل باید باشد. بعد میزنیم چک آپدیت اتوماتیک که این خودش همو فایل فلشی که مربوط به همون موبایل می باشد برایتان جستجو میکنه، پیدا میکنه، بعد گزینه دانلود برایتان فعال می شود. خب در این قسمت اپل است، بخش آیفون است که از در این قسمت میتون برای آیفون، برای موبایل های آیفون اما فایل فلشی که مربوط به همون چی می شود آیفون می شود میتونیم دانلود بکنیم. خب اینجا هم خیلی مدل هست برایشان که تا آیفون 12 پرو مکس اینجا جایگزین شده است. خب میریم بخش سافتور تولز که اینجا از این طریق میتونیم اینجا خیلی اپلیکیشن ها و خیلی برنامه هایی که توسط آن ما میتونیم که FRP یک موبایل را باز بکنیم
اینجا برایتون در دسترس قرار داده که از این طریق میتونید شما همو اپلیکیشن را دانلود کنید. البته صبر کنید دوستان عزیز که خب خیر، اینجا باز دوباره برمیگردیم میریم بخش اندروید تولز که این قسمت بسیار قسمت خوب است. اینجا را بسیار دقت گوش بکنید، دقت ببینید دوستان عزیز. این قسمت بخش read device information که وقتی که موبایلتون رو به کامپیوتر متصل کردین بعد میزنیم read device information که تمام اطلاعات موبایلتون اینجا ظاهر می شود و در این قسمت توسط از این قسمت می توانیم که تلفن رو به حالت دانلود مود ببریم و از توسط این قسمت می توانیم که از حالت دانلود مود بیرون بکشیم و این قسمت می توانیم که یک تلفن را فاکتوری ریست یا چی بکنیم، تنظیمات کارخانه بکنیم و همین قسم چیزهای اضافی دیگه ای که است. البته اینا با ویدیوهای آینده انشالله برایتان تشریح خواهد شد. خب میایم قسمتی بایپاس FRP که ویدیوی ما مربوط به همین قسمت می شود. خب تلفنی که میخواهیم که FRP آن را از بین ببریم این قسمت لازم است. خب تلفن تان را با کامپیوتر وصل میکنید، بعد از این قسمت گزینه ها را انتخاب میکنید که البته بیشترین گزینه از این همی است بایپاس FRP اوپن یوتیوب یعنی میزنیم، بعد تلفنی که وصل کردیم بعد از این دو گزینه یکشانه میزنیم، برایتان یک لینک روان میکنه. بعد لینک که وصل کردین دوستان عزیز میریم داخل با کار خود ادامه میتیم و چیزهایی که لازم بود، برنامه‌ای که لازم بود دانلود میکنیم و کار خود را به اتمام میرسانیم. خب دوستان عزیز این بود این ویدیوی امروزی ما. خدا کنه انشالله که از این ویدیوی ما کدام چیزی یاد بگیرین و از این بهره ببرین. بسیار زیاد تشکر از این که تا این وقت تا آخر ویدیو همراه ما بودین. تا ویدیوی بعدی خدایار نگهدارتان. خدا حافظ دوستان عزیز.